فول اچ دی. 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 سلام رفقا، خوش اومدید به قسمت جدید برنامه فول اچ دی. ما تو این قسمت می‌خوایم راجع به چی صحبت کنیم. فکر کنم از این ظاهر و کروات و این ماجرا اگه این کارو باشین حدس بزنید که بحثمون و موضوعمون چیه. به مناسبت پخش فصل جدید سریال فریزر، دکتر فریزر کرین، بعد از چندین سال در پارامونت پلاس ما اومدیم که یه سری سیتکام دیگر رو بررسی کنیم. اگه فصل اول فول اچ دی دیده باشین تو یه قسمت ما اکثر سیتکام‌های مهم تاریخ رو بررسی کردیم با دوست عزیز من بورژین عبدالرزاقی. یه چند تاشون، یه 4-5 تا مونده بود که الان بررسی کنیم. از قضا تو این 4-5 تا دو تاش تو رنکینگ اساسا لیست جهانی که یعنی نظر منتقدا بالاتر از بقیه حتی اون سیتکامایی که ما بررسی کردیم هست و قسمت خوبی خواهد بود. پس بریم سر سراغش و شروع کنیم این قسمت رو. The city of Boston that leads me to forego the more sophisticated temptation of the fermented grape. Sitting here with a cold brew in my hand, I feel amalgamated with the hoi polloi. You are the classic everyman. Freddie! Surprise! Dad! You're at my door, unannounced. Now, there's a shorter way to say that. Surprise! What's going on with your son? Wish I knew. Got a girlfriend I've never even heard of. When I told him I wanted to spend more time with him, he said no. It's just not a good time. Have you considered that he hates you? I miss you, and I won't take no for an answer. So I've taken a job, and I found a place to live. My dad, I mean, he can be kind of... He smelled really good. Yeah, he always smells really good. Don't sit there! Those are Christian Lacroix pillows. So we can't sit on the couch. Not in jeans. Hey baby, I hear the blues are calling, tossed salads and scrambled eggs. What do you say we have a toast? I got some scotch, if that sounds good. Great, I'll go get it. Top shelf. Of course, nothing less. No, it's on the top shelf of the hutch, green plastic jug. But I don't know what to do with those tossed salads and scrambled eggs. Today I'm spending time with my son, colleagues, and friends. For the first time in my life, I can say that Fraser Crane wants for nothing. Oh, that's too bad. I had somebody that I wanted to set you up with. I can be ready in 5 minutes. Life's calling again. بله، همینطوری که دیدید فصل جدید سریال فریزر در پارامونت پلاس شروع شده به پخش شدن. من نمیدونستم، اصلا اطلاعی نداشتم. خیلی اتفاقی تو کامیکان امسال که رفته بودیم توی همین قرفه فارسی به قول ما، قرفه پارامونت، دیدم دارن فریزر نشون میدن. گفتم چی و اینا و فهمیدم فصل جدیدش داره میاد و بسیار ذوق زده شدم و من ندیده بودم سریالو. نشستم به دیدم و گفتم عجب چیزی. اما بذاریم یکم برگردیم به عقب‌تر. اساسا قضیه اومدن من و دورانی که من تو این کانادا بودم تو این یه سال و چند ماه، تنهایی من شاید بگم مترادف شد با تلاش من برای پیدا کردن یه سری سیتکام خوب. اساسا در این روزها من اعتقاد دارم که سیتکام واقعا رفیق مرد تنهاه. یا آهنگ رضا عزیزانی داشت اینجا راجبش نوشته بودم. چی میگفت چیه؟ میگفت با اینکه آواز همدم مرد خاطره بازه، با اینکه آواز همدم مرد خاطره بازه. آره واقعا سیتکام همدم مرد تنهاه. واری یه رد پا هست، عشق تو مونده، انگار یه دنیا فقط واسه تو آواز میخونده. با این که آواز همدم مرد خاطر بازه، عوض نمیشه جای تو با این ضبط قرازه. من در تنهایی در این 4 دیواری شروع کردم به مطالعه و دیدن سیتکام، آن چیزی که از سیتکام باقی مونده بود. قبل از اینکه بریم سر و سراغش، من بهتون بگم که یه نکته‌ای که همیشه واضحه و من خیلی تاکید میکنم، فکر کنم تو قسمت قبلی هم تاکید کردم تو فصل 1. من اطلاعات اون قسمت فصل 1 رو فکر کنم اینجا پایین این ویدیو بذارم که بتونید به اون رجوع کنید و بعد اینو بشنوید. پیشنهاد من اینه که اول اونو بشنوید بعد اینو بشنوید. اینو یادآوری کنم که به نظر من سیتکام‌های ما در ایران از تمام سیتکام‌های
خارجی یه سر گردن بهتره، ولی چون با فرهنگ ما شاید برای خارجی‌ها جذاب نباشه. حالا چرا میگم بهتره؟ ببخشید من سریع حرف میزنم، میخوام این قسمت طولانی نشه. چرا میگم بهتره؟ برای اینکه ما تو ایران خب یه سری شوخی‌ها رو نمیتونیم بکنیم، یعنی یه سری شوخی سیاسی و یه سری شوخی خاک برسری رو نمیتونیم انجام بدیم، ولی در خارج میتونن انجام بدن. واسه همین این محدودیت‌ها کار ما رو در کمدی سخت‌تر هم میکنه، خیلی کار ما رو سخت میکنه. واسه همین به نظر من کمدی‌های ما متن و فیلمنامه خیلی خوبی داره. مثلا برخلاف این که حالا میگم من خودم از عاشقای فرندزم، ولی فرندز اساسا همه شوخی‌های جنسی بیشترش تا فیلمنامه. واسه همین اینو بگم که سیتکام‌های ما علاوه فیلمنامه‌نویسی خیلی به نظر من یه سرگردن از سیتکام‌های غرب بهتره، مگر چند تا مثالش. یکیش فریزر که فیلمنامه خوبی داره. خب ما این مروری کنیم به نظرات من در فصل 1 در ارتباط به سیتکام. به نظر من سیتکام لحاظ خنده‌دار بودن در این دسته‌بندی برای من میگنجه، از 1 میگم تا بره به بالاتر. ساینفلد، بعد فرندز، بعد بیگ بنگ تیوری، بعدی چی نوشتم؟ های میت یور مادر. سیتکام‌ها که قبلا راجعش حرف زدم، لحاظ خنده‌دار بودن. لحاظ کیفیت ساخت باید بگم ساینفلد، بیگ بنگ تیوری، فرندز، های میت یور مادر. این ردبندی که من داده بودم دفعه قبل، حالا بعد در ادامه. یه مسئله که من اون دفعه اشاره کردم که با های میت یور مادر داشتم، خیلی میخوره به یک نواختی، که یعنی آی بابا هر قسمت میخواد به ما مامانه نشون بده، ما رو نشون نمیده. یعنی یه جا دیگه به شعور تو توهین میکنه، تو رو مسخره خودش میکنه. اینو نگه داریم، بعداً تو این ادامه میخوام ازش استفاده کنم. و د آفیس هم فکر کنم ما راجبش حرف زدیم. د آفیس خیلی سریال ویژه‌ایه، من نمیتونم بگم راجبش حرفی بزنم یا پیشنهاد بدم، باید بری ببینی. بعضی موقع تو چیزی اهل دیدن آفیس هستی، بعضی موقع نیستی. آفیس رو باید ببینی که بهت میچسبه یا نه. من خودم دوستش دارم. What's the procedure? What do we do, people? The phones are dead. Oh, how did that happen? It's out in the hall. No, we don't know that. The smoke could be coming through an air duct. Oh my God! Okay, it's happening. Everybody stay calm. What's the Everybody procedure, stay calm. everyone? What's the procedure? Stay calm. Wait. Everybody calm down. No, Michael, no. Touch the handle. If it's hot, there could be a fire in the hallway. What does warm mean? Oh my gosh, try to get the door. Not a viable option. What next? خب بله داشتم میگفتم این مدت من چه سیتکامایی رو دیدم. خب خدمتتون عرض کنم که با یه سیتکام شروع کردم که خیلی نسبت بهش گارد داشتم به اسم 2.5 Men. دوستای هندی ما اینو به من گفتم برو بابا این چه دریوریه، آدم اینا رو من میبینه. من به اونا ساینفلد رو معرفی کردم، اینا به من این آشغال گفتم. حالا اصلا من به اونا ساینفلد رو معرفی کردم، مثلا زندگیشون عوض شد. من شروع کردم اینو ببینم و دیدم 2.5 Men بانمکه، خیلی بانمکه تا قبل از ورود اشتون کوچر. خب الان که یه بخشی هست. صدای چی بود؟ یه بخش سریال اسپویل شد. 2.5 Men خیلی بانمکه، سریالی که از اول نمیگیرتت ولی وقتی بگیرتت دیگه میگیرتت، ولت نمیکنه. یه مسئله که برام راجع به 2.5 Men میگم اینه که بهترین مثال برای کستینگ خوبه. یعنی یه سری بازیگر تک نقش که در تک نقشی که خوبن کست شدن. 2.5 Men بسیار مثال خوبیه برای اینکه بازیگری که فقط بلده کار بکنه آوردن تو همون یه کار قرارش دادن و میتره کنن. یعنی 2-3 قسمت اول تو میگی بابا این چه بازیاییه، این چه دریوریه، ولی بعد بی نهایت خنده‌دار میشه، بی نهایت خوب میشه، خیلی اون سریال خوب میشه. 12 years and she just throws me out. I mean, what was the point of our wedding vows? You know, till death do us part. Who died? Not me, not her. How did you get in my house? Okay, Charlie, the key in the fake rock only works if it's among other rocks. Not sitting on your welcome mat. Excuse me, but if you put the fake rock in with a bunch of other rocks, it's impossible to find when you're drunk. همین تو افغان بستیم. میریم برای سریال دیگه، سریال چیرز. این حتی قبل ساینفلد ساخته شده. چیرز و ساینفلد و فریزر به نظر من اینا نکست لول
چیزن، سریال‌های سیتکام، یعنی از همه سر و گردن بالاتر. چیرز یه سری ویژگی‌های فوق‌العاده داره. چیرز اول این که اصلا خیلی، حالا بعدها بهش سری لوکیشن ها اضافه میشه، اما واقعا به معنای واقعی کلمه تک لوکیشن. تک لوکیشن با کاراکتر زیاد، یعنی فیلم‌ها و کاراکتر پردازی چیرز عالیه. ای زهر مار، من برم اینو قطع کنم. Sometimes you wanna go where everybody knows your name, and they're always glad you came. You wanna be where you can see our troubles are all the same. You wanna be where everybody knows your name. خب ما اومدیم کجای کار بودیم؟ رشته کلام پاره شد. داشتم میگفتم فیلمنامه عالی داره چیز، تک لوکیشن، کاراکترهای زیاد و خوشبازی. خوشبازی یعنی کلیف، نورمن، همه خوشبازی، فیلمنامه خوبی داره. بعد چیز به مشکلی میخوره در آینده. چیز دوباره به این مسئله هامیتون مادر دوچار میشه که این ماجرای عاشقانش انقدر بک اند فورت میشه، خارجی هم یاد گرفت، انقدر بک اند فورت میشه که دیگه حالت به هم میخوره. این بعدن تو فریزر هم یه مثالی براتون میزنم. یعنی من خودم چیز رو تا یه جایی دیدم شاهکار بود، دیگه خسته شدم، ول کردم، گفتم بابا آقا آیا این عاشقانه بشه یا نشه؟ همون اتفاقی که سر های میت یور مادر افتاد. انقدر هی به ما معرفی کردیم مامانه نبود، گفتم بابا گور بابات، اصلا نمیخوام مامانه رو ببینم. سر اتفاقی که سر واکینگ دد هم برای من افتاد. هی برو یه جا وایسا در رو، برو یه جا خونه بساز در رو، برو یه جا خونه بساز گندزش در رو، آها بکشیشون راحت شیم بدونیم تشکیه. من یه موقعی چیزو ول کردم که یه موقعی واکینگ دد رو ول کردم که از اونجا به بعد نصفه سریال شد. یعنی من آخر واکینگ دد موقعی که من دیدم مثلا من سیزن 6 ول کردم، الان 12 تا سیزن اومده با 7-8 تا سیزن اسپیناف، یعنی یه سوم کار من ول کردم، ببین چقدر بعدش ادامه داد. آره لفت و لیست میشه رابطه عاشقانش، ولی اون چند فصل اول چیرز خیلی قویه. حالا من شاید دوباره برگردم و ادامهش رو ببینم. چیرز رو ببینی علاوه فیلمسازی و سینما هم خیلی با ارزش. یه نکته رو من همینجا بررسی کنم. یه ویژگی در سیتکاما هست که همه سیتکاما هست که کاراکتر دیوانه داره توش، کاراکتر خلوز داره که اصل خنده مال اونه. یعنی تو ساینفلد کریمر، توی اینجا کوچه که بعداً وودی هالسون میاد اضافه میشه، راجع وودی هالسون حرف میزنم با اسم وودی. توی فریزر نایلز، توی هاورچین بود، نقطه چین بود، هدایتی، محمد هدایتی نقش استرایدرشون رو بازی میکرد. اینه مثلا باز مثال برای شما بزنم، تو فرندز جوییه، تو هامیتون ماده بارنیه، تو ان هاف من امواس، چی اسمش؟ اموه نوشتم. این خیلی مهمه، کاراکتر دیوانه تو هر سیتکامی هست. حالا گفتم وودی هالسون یکی از اولین حضوراش سریال چیرزه. اصلا شما چیرز رو ببینی وودی هالسون جوانه. دوباره قبل از ساینفلد کریمر تو یه اپیزود چیرز هست، چه بازی میکنه. Free drinks for the rest of the year? Sorry, absolutely not. All right. Look, one on the house. Not a chance. Gee, come on, Sam. How about one of those olives with a pimento in it? You think about this the next time you shoot your mouth off in some bar. یعنی من خیلی اینو دوست دارم، وقتی برمیگردم سیتکاما رو میبینم اینم بازیگرا از کجا شروع کردن اومدن جلو. مثلا همین بازیگر معروفی که اسمش رو نمیدونم، نقش از بریکینگ بد، دوباره اون توی ساینفلد هست، اگه اشتباه نکنم تو فرندز هم هست. ساینفلد که دندون پزشکی هست یاره. این خیلی برای من این روند خیلی جذابه. چیز رو گفتم، وودی هالسون رو گفتم، کریمر رو گفتم. بریم فریزر. Hello, this is Dr. Fraser Crane. I'm listening. چیرز همون فریزر همون کیفیت فیلمنامه چیرز رو داره، تعداد لوکیشناش بیشتره و کاراکتراش کمتره و من تا فصل 6 رو دیدم به تکرار نخورده. یعنی به این ماجرای لفت و لیسی که چیرز و های میت یور مادر دوباره شده دوچارش شده نشد. این لفت و لیسی جم تو فرندز هم سر ریچل و این اوناگی کی بود اسمش، حالا حافظه من موقعی که میخوام کار نمیکنه، موقعی که نمیخوام کار میکنه. این بازیگری که من اعتقاد دارم بهترین بازیگر فرندز، راس.
بین ریچل و راس هم میره که اتفاق بیفته. آره فریزر این لفت و لیست رو نداره، یعنی تو ماجرا عاشقانه نایلز تو فریزر هم با اینکه من تو فصل 6 دیدم 2-3 بار رفت که بره سوار شه، این اتفاق نیفتاد. چجوری اتفاق نیفتاد؟ توی این سریالا که این لفت و لیست اتفاق میفته و طولانی میشه، ماجرای سریال اونه، یعنی ماجرای چیز رابطه دایان و سم فامیل سم چی بود؟ سم مالون اگه اشتباه نکنم. حالا ماجرای سم و دایانه. ها میتور مادر ماجرای تد موزبی و حالا مادره. اما توی فریزر ماجرای نایلز نیست، ماجرای فریزر اون ساید استوریه. واسه همین مین استوری که نیست برام حوصله سربر نمیره، چند تا قسمت بهش رجوع میکنه، اما موقعی که مین استوری میشه حال ما رو به هم میزنه. آره این ایرادو نداره نسبت به اون، اما خب با اینکه خیلی خنده داره، اما اون خنده داری که چند قسمت اول چیز پارت میکنه این پارت نمیکنه، یعنی نیاز به بخیه اینا نداری. دیگه اینه گفتم. بازیگری خیلی اتفاق میفته در سیتکام ها که بازیگر اول هست و تو میگی بابا این به درد نمیخوره، میری جلو میگی عجب بازیگر، اصلا این داره سریال رو نجات میده. توی فریزر نایلز اینجوری تو میگی آقا بابا این چرخ لنگ اینا نایزه، ولی میری جلوتر میبینی نه اصلا نقطه قوت اینا نایزه. یا تو توان هاف من این عمو است، میگی بابا این چه رقم مصنوعی بازی، اسم عمو چارلی یادم اومد چارلیه، میگی چرا چارلی بد بازی میکنه، میری جلوتر میبینی سریال دست چارلیه، موقعی که اشتون کوچر میاد جاش اصلا میگی این چه دریوریه. البته خب بالاخره همه اینا اوایل بازیاشون اون کیفیت رو ندارن و توی فرندز هم همینا، تو فرندز همشون اولش خوب نیستن و اینو من این پیشرفت رو خیلی دوست دارم که در ادامه میبینن تو سریالا. و تو بیگ بنگ تیوری مثلا خود شلدن اینجوریه و این بازیگرام که معمولا اینجوری هم پیشرفت میکنن. حالا ما یه قسمت اساسا راجع به پیشرفت بازیگرا در طول سریالا میذاریم، مثلا همیشه ریک گرایمو مثال میذارم و واکینگ دد که از کجا میرسه به کجا پیشرفت میکنه. بعدش هم گفتم نایلز اول تو میگی نکته ضعف این سریال، بعد میگی آقا نقطه قوتشه. خیلی ناراحتم که نایلز توی فصل جدید نیست، بازیگر سالم صحیح زنده موجود، اما یکی دیگه را آوردن جاش. اصلا من نمیفهمم استودیو پارامونت هر اتفاقی افتاده اون آدمو باید بیاری با هر شری با هر قیمتی. اگه داری یه کار نوستالژیک میکنی باید اون بازیگر رو بیاری. من نمیفهمم این ماجرا سوپرمن عوض شدن هنری کویل، یعنی ماجرایی که چند اواخر سر واندر وومن و چیز پیاده شده، میگم واندر وومن که عوض کردن میخوان آکوامن جیسون مومو رو عوض کنن. اصلا من نمیفهمم. بازیگر اگه آیکونیک میشه توی نقش بیارش، تمام. سر همین ماجرای توان هفت من ندیدم دیگه، جایی که چارلی رفت من ندیدم دیگه. این از این. خود فریزر کرینچ بازیگر خوبه. خیلی ناراحت میشم موقعی که بعضی سیتکام‌ها رو تو میبینی میگی این بازیگرا همونجا خوبن، آینده توشون نیست. مثلا چارلی معلومه این آدم بعدا بازیگر نمیشه، اما راس خب بعد رفت توی چیز بازی کرد، بندز آف برادرز بازی کرد که چه سریال آیکونیکی، حالا اون راجعش اصلا صحبت مفصل میشه که همه خوبای هالیوود از اونجا شروع کردن، همه پسر خوشگلای الان. 200 prophylactic kits in his footlocker. How in the name of God was he going to have the strength to fight the war? How is it Private Tipper has spare time for so much correspondence? Captain, are personal letters to be considered contraband? These men aren't paratroopers yet, Lieutenant. They have no personal property. What is this? Anybody? It's a can of peaches, sir. Lieutenant Nixon thinks this is a can of peaches. That is incorrect, Lieutenant. Your weekend pass is canceled. This is United States Army property, which was taken without authorization from my mess facility. And I will not tolerate thievery in my unit. Whose footlocker is this? Private Parks, sir. Get rid of him. All weekend passes are canceled, officers included. Carry on. فریزر بعدا بازیگر خوبیه، بعدا نابدید شد. نایلز یه سری بازی‌های خوب داره، این بازی با نگاه کمدی خوب داره. بریم ببینیم بیایم. Welcome
to the Shangri-La. Oh, Niles, it's magnificent. اگه بخوام رنگ بدم من فریجر رو A منفی میدم، چیرز رو A مثبت میدم. اما از سیزن 6 به بعد جاهاشون رو عوض میکنم. اینو A مثبت کنم، اونو A منفی. اینا هم که گفتم، فصل جدیدم که گفتم نایز نیست. آها یه مسئله که من خیلی تو فریجر دوستم، خیلی تو سریال سیتکام ایرانی هم هست دیگه، بعدم که اصلا مود شد از کار مهران مدیری این خنده ها رو میذاشتن آخر تیتراژ هر قسمت. فریجر رو اگر ببینید اتفاق در چیرز هم میفته، در فرندز هم اگه دقت کنی میفته، اما تو فریجر خیلی دیگه تابلو اصلا کات هم نمیزنن، بازیگر رو دارن دیالوگ میگن، مثلا یه چیز بامزه میگه اینا که اصلا دارن میخندن تو روش به بازی میخندن. من خیلی دوست دارم موقعی من دارم میخندم بازیگر نقش مقابلم داره میخنده، حالت خونه بودن و گرم بودن رو بهت میده، انگار تو بخشی از اونایی. خیلی دوست دارم اینو، موقعی که بازیگرای کمدی هم خودشون میخندن و اون هست، حالا واضح هار نمیخندن ولی لبخندشون که پاره میشن هست تو کات. خیلی دوست دارم. یکی از چیزایی که بسیار من دوست دارم توی اموم چرا میکنم یادم تو آیرس که من خواستم امتحان بدم با زمانو، آقا حواست باشه ای نگی. ما تو فارسی حرف میزنیم خب میگیم اینو اینجا اونو اونجا، گفت بگی یارو فهم کنه مثلا تو داری میگی سامثینگ، بهت نمره نمیده. بیاد زبانم بهتون یاد برم میدم چیکار باید بکنم. بعد چی 50 تا ویو مسخره شما من داشتم میگفتم توی این سیتکاما مخصوصا تو فریجر خیلی زیاده که پلانا مچ هم نیستن. یعنی مثلا الان میبینیم ما داریم حرف میزنیم، این دو تا نفری که پشت ما نشستن کافه رفتن بیرون، ادامه مکالمه دوباره توی پلان، اینا هستن پلان نیستن، معلومه کاتای مختلف رو به هم زدن تا جور بشه و اینا. اینو من دوست دارم، این باگا رو تو سیتکام دوست دارم، زندهش میکنه خیلی. من این باگا اینجوری رو خیلی تو تدوین دوست دارم. تو سیتکام صمیمی میکنه دیگه، یک نقص زندگی روزمره صمیمی میکنه. عین فیلم اسکورسیزی که تو نمیبینی. آقا چقدر خوب جمعش کردم. فقط یه چی مونده تو همین دورانی که من داشتم تحقیق میکردم، من فکر کنم اگه اشتباه نکنم از سایت خودم یادم نیست چی میدیدم، من میرم معمولا سایت رولینگ استون رو چک میکنم برای سریالا، سیتکاما، فیلم‌های برتر. مثلا 10 تای اول اگه اشتباه نکنم ساینفلد، چیرز، نه به ترتیب حدودی دارم میگم، اولی که سیمپسون، اگه اشتباه نکنم سیمپسون، چیرز، اگه بخوام ترتیب بگم سیمپسون، چیرز. دوباره توی 10 تای اول ساینفلد 4میه، فریجر 8 و 9میه. یعنی ببین اینا رو کسی بهت معرفی نمیکنه. من دارم میگم 10 تا سیتکام برتر تاریخ رو تو اون لیست مثلا فکر کنم فرندز پایین 30، یعنی بین 1 تا 30 یا 1 تا 20 و چند نفر دوباره ویو 50 نفر. جزو 10 تا اول رنکینگ رولینگ استون فکر کنم ایناست و من اون رو مبدا میدونم همیشه. دوباره تو اون فکر کنم تو 20 تا اولش، 10 تا اولش سریال به اسم تاکسی، من 2-3 قسمت شدم سیتکام خیلی باحال راجع به ایستگاه تاکسی که شما شهر نیویورک، شما خب الان اسنپ و اینا مود شده، اوبر و اینا، قبلا تاکسی خیلی مفهوم داشته دیگه. من تو خیلی اینجا پیرمردا پیرزنه میبینم که تاکسی خب تو تورنتو کم اما بازم هست. بغل شما مثلا به تاکسی میگن تاکسی میره، تاکسی محل نمیذاره. خیلی دلم برای این نسل میسوزه، این نسل که عادتشون بغل شما میگن تاکسی. ما جوون بودیم اینجوری بودیم، ولی الان همه بچه‌ها با اوبر دارن میگیرن و اینا، این بغل شما وایساده و هیچکی سوارش نمیکنه. خیلی این لذت هایی که به نظر من با ارزش بوده از بین رفته رو، این فرهنگی که با ارزش بوده از بین رفته، خیلی ناراحتم میکنه. خوشحال شدم، مرسی که گوش دادید. یکم من اساسا پرش افکار دارم، خیلی پراکنده حرف میزنم اما مطالب براتون خوب میگم. مرسی که گوش دادید، نظراتتون رو به من بگید و همین دیگه. این دو قسمت، یعنی اون قسمت سیتکام فصلی که ما با این قسمت سیتکام گوش بدید دیگه، سیتکامو من بستم براتون. عین کنکورا سیتکامو من بستم، یعنی همایش‌های کنکورا بستم براتون توی 90 دقیقه. یعنی یه آدم میتونه 90 دقیقه 100 دقیقه وقت بذاره یه اون مطلب داشته باشه، بره بشینه با عشق شومینه روشن کنه زمستون و این ماجرا سیتکام ببینه. مرسی، دمتون گرم، خداحافظ.